زود باشید تنبلای بی ثبات، صیدری تو راهه، لکن وقتی آمد باید یک سرپناهی داشته باشه اینجا. امام جان آن گوزمان پروپکانی تو روحت. بابا من تو اون دنیا از 4 میلیون مسکنی که وعده‌شو داده بودم حتی یه دونش هم درست نکردم، اما اینجا از وقتی اومدم هی دارم مسکن میسازم. خونه خوشگل چند هزار متریم تو نیاوران گذاشتم، حالا آمدم اینجا باید تو جهنم برای عظما خونه بسازم. ای چی؟ تو از کجا اومدی؟ این همه جا عد باید بیفتی رو دیوار بیت عظما. نگیری تو هم مردی؟ والا ما به همه گفتیم مردی، شما هم بگید مردی. ای بابا کل هیئت مرگ که سرازیر شدن تو جهنم، فقط پور محمدی مونده و اشراقی. اونا از ترس رفتن تو سوراخ موش. لکن نیری، بگو ببینم چه خبرا، سیدری چه میکنه؟ ای امام چی بگم، دست رو دلم نزار. عظما داره از ترس قبض روح میشه، مونده با زهر خودکشی کنه یا شیرجه بره تو قبر. لکن تو بهش چه گفتی؟ من گفتم عظما زهر رو بخور، ما با بر و بچه ها مثل سال 67 یه هیئت مرگی برات را میندازیم. خیلی خرید، اون کاری بود که من کردم، لکن به قد و قواره سیدری نمیخوره. لکن اینطور نباشد که یک گوشه بشینی مفتخوری کنی. بیا آجر بنداز، باید برای همریشانت در جهنم خانه بسازی. لکن بر پدرت.